الیف با من یاریده بگویم. این را تو کردی عبدی. گفتن تو کردی. این پوچم را فراموش کردم الیف. یوسف کمی کوشش کن یوسف. الیف خدا جان هیچی بلایی به سرم آمد. اومدم. قماندان خطا کرده ایستاده ای. من گناه ندارم. با تپانچه‌ات این بیچاره رو به نشان میگیری. باز چی گناهت باشد که میخواستی؟ یارو بیچاره نگوید قماندانم. دختری مرا دزدید. یارو بیچاره نگوید از برای خدا. درست میگوید. زینب رو تو دزدیدی. میسوزد دستم درد کرد. چیکار کردی به دخترم ها؟ چیکار کردی ای دیوانه خدا؟ یک دقیقه ایست خانم. از مرکز یک ماشین طلب کنید. این را باشد و ماشین برید. کنی را گرد. فاضل دخترم در کجاست؟ فاضل جواب این را هم با ماشین برید. کجا بردی دخترم را؟ فاضل تست کنی را کجا گرد. بردی دخترم را؟ فاضل جواب ده آخر. فاضل جواب ده. و ماشین باز چندین کاغذهای لازمه را هم برده است. به ناموس اگر خواهی من با تو روم خلیل. نه جنید، خودم حل میکنم این کارا. کلید را ده. کارم که بود شد ماشین را روان شب نیست خلیل. خطا کرده ایستاده الیف. اگر از اول تکلیفم را قبول میکردی اما این کارها رخ نمیداد. یوسف حالا هم دیر نشده است الیف. با من یاریده. خب کن عبدی خب. بسرم هرچی که آمد از پشت تو آمد. سببش را خودت میدانی. الیف افاکی ریزو یاری دهید به من. چیکار شد الیف؟ افاکی ریزو یاری دهید. کنی برداشتیم. التماس یاری دهید. شاکر چرا با این راه رفته ایستادیم؟ راه همون دراز نمی شود. کمتر دراز می شود اما بی خطر است. نه ما گریخته ایستاده ایم. از یادت برآوردیم اگر گریخته ایستاده ایم؟ بله. یا اینکه ترسیده ایستاده ای؟ یگان جای ترس نیست. آرام شو. کمتر پس وقتی به انوی ناحیه رسیدیم ماشین ما را عوض میکنیم. بعد از وی کسی ما را یافته نمیتواند. نه قرجانی ها نه دیگر و دیگرش. ای شاکر این از کجا پیدا شد باز؟ چی گپ شد؟ شاکر با دقت باش. نه ترس همینا. شاکر امینا مرا با چی حال آوردی؟ در چگونه حالتم دیده ایستاده ای؟ حالا یک به دستم افتی تو را باب میکنم امینا. ایست چی میخواد این مرده؟ زود فراید به ناحیه میرویم. این فراید گفتم. فراید زودتر احمد زودتر کنی. رفتیم. های کن.
شاکر خوب هستی؟ شاکر توف با تو بر این آدم چیکار کردی؟ فرا آقا خطا چی هست ابله؟ آقا قربان شما خب کن ابله خب چرا آدمی کارنمک بوده ای تو ابله؟ راه کرد آقام چی کار میکنید مرا؟ شین به ماشین ابله شد فهمیدم رئیس. امینا علی جنگیز امینا چرا از من نگویی؟ کار سرده میکنی مرو علی جنگیز مگر این ماشینی خیلی آور نیست؟ کار میکنی سرده مرو اینجا تو چکار نکن علی میکنی جنگیز گپ زن چکار میکنی کجا میکنی نکن من تو را میکشتم گپ زن با کسی ندادم علی جنگیز در دستم است در اینجا پاکری انا پولهای من سرده پولهای مرو مرا کی دادی بینایی سرده مرو علی جنگیز سرده علی جنگیز چی گپ شد؟ حل کردید؟ چی را حل کردیم حضرت خانم؟ نه یگان چیز نیست. کنی حضرت خانم از جیتون خزید چی؟ چرا میخستم؟ جناب دکتر نگفتن مگر اکنون با مشقای راهگردی شروع کردنتون لازم. من یگان چیز نمیخواهم. این خیلی نمیشود حضرت خانم. هر روز کمی راه گشتنتون لازم. وگرنه به قوت میشوید. توی به قوت. این چی گپ به قوت؟ من حضرت قراجانم فهمیدی؟ به قوت شده نمیتوانم. فرارت بگویم چی گپ شده ایستاده سی؟ خاموش ست مرد از اینجا برارت مرد از اینجا ایستاد دیوانه احمق فرارت بگویم خب کنید دهانتان را پوشید آدم بر این ایستید فاضل کنی تو با اینجا گذار قماندان این خیلی نمیشود این گلو مرا هم دیوانه میکند پوش دهنت را این را پیش از اینجا افتیدن فکر میکردی خب کن رانتی دمت را آرام شوید بس کنید بگویم حضرت خانم در این مدتی کوتاه با آسانی حرکت کردنتون بسیار خوب است. اینقدر حیران نشو دخترم. من حضرت قراجانم. باز چه خیل میشد؟ یوسف نغز میشوی یوسف نغز میشوی خدا خواهد عاقبت مرده ایستاده ای یوسف طاقت کن یوسف طاقت کن یوسف طاقت حضرت خانم فقط طاقت حضرت خانم آرام شوید عبدی آرام شوید حضرت خانم آرام شوید لیتیموس نرس عبدی حضرت خانم عبدی با تو چی آرام شوید با تو چی شد پسرکم آرام شوید حضرت خانم لیتیموس آرام شوید حضرت خانم پسرکم اجا تو کردی حضرت خانم آرام شوید تو گناهگاری آرام شوید لیتیموس آرام شوید نزدیکان بیمار شمایید بله بعد از همگرفی از سر بیمار رو میدوزن لیکن بعد زیر نظارت نمی شود شاید آسیب سختی دیده باشد تو با قوت یوسف طاقت کن راهگرد
آقا خب کن. آقا مرا کشته ابله نستید مرا دروغ میگویی. خیز از جایت. خیز ابله. این سو گذر. خب کن. آقا التجا میکنم. دعای آخرینت را خواندم که شاکر. من تو را اصلا نمیبخشم ولی شاید خدا ببخشد. آقام التجا میکنم به خاطر فرزندم. تو فرزند را چی میفهمی احمق؟ تو فرزند را چی میفهمی احمق؟ چی میفهمی؟ در همین جاییست. پراکنی گب نزن. گب نزن. راهگرد به ناموس به حیا تو را به خانه‌ام گرفتم و تو جای خواب دادم، خوراک دادم، سر پا گرفتم. چی نگاه میکنه تا راحتان رد؟ کورنمک من نمی بودم در کوچه مرده میرفتی. کورنمک راهگرد انا اخیبت کن. علی جنگیز اخیر میکشد این دخترم. گیر دستایت رو. سرده مرا التجا میکنم. راهگرد علی جنگیز چی شو و من نگه. حالا چنان در غضبم که از قهرم تو را عذاب نداده میکشم. از همین سبب دمتا گیر. فکر نکن که خلاص شدی. اینجا گذر فهمیدی؟ دمتا گیر. علی جنگیز خوش نشم. همینجاست کاندونم همینجاست. ایستید قهوه خانه توران انا همین است. یک دیده برایت کنی؟ اما در اینجا نبودگیست کماندونم. رفتگیست دریختگیست. اکنون چیکار میکنیم؟ باید باوری اخلاص کنیم که دختری تو رو دزدیده است. وگرنه به باوری با این یگون کار کردن نمیتوانیم. اگر این انیق شود فرمان کفتکوبش رو میبراریم. قماندون قهوه خانه محکم است. فهمو برمیگردم. اطاعت قماندون. اما جناب قماندون مرا در اینجا پرتوفته نروید. هر چیزی که از دستمون میاد کرده ایستادیم آخر خواهر. جستجو میکنیم خاطر نشو. زینب در کجایی زینب؟ دوران بناگاه یک بار کودک رو پرتوفته رفت. من حتی فرصتی نگفتن هم نیفتم. بعد فکر کردم که خانه ما به این هم زیر چشم است. آمده از اینجا کودک رو میبرند. برگردونی یک نه، برنگردونی یک نه. ناعلاج مونده. نزدی تو آوردم دخترم. نقص کرده تو چه؟ اما اکنون چی می شود؟ یک چند وقت همینجا مونده نشلوس. اما خلیل پنهان کنید کودک رو. خانه کلان یگون علاجش برو خیر زینب بیشتر به مزه. دیگر نترسید. خلیل آقا کودک رو دوست می‌دارند. مسئله رو فهمونی اون کس میفهمند. اما چرا از من نپرسیدید؟ گفته به غضب باید چیز دید کنی استه. یوسف از مرافعه برگردد یگون چاره مییابد. مریم اپا آیشه خلا یوسف اکرم رو به بیمارخانه بردن. چی؟ یوسف؟ ایستید گفتم. برو پزمان شده صدای الیف. یوسف فرونده نتوانست. الیف تیر باز تو خونی پویم نرسیده است. یوسف تو رو پرون عبدی پرون نکن.
رفتیم. سیاه چه جناب عبدی؟ پاچم سخت میسوزد قماندون. بیانات دادن میتواند؟ نمیدونم، از دکتر پرسیدنتون لازم. با کدام مجرا میبره؟ 216. دکتر رو بینه چی؟ اطاعت قماندون. در آنجا چی شد گپ زن؟ من و یوسف یک مسئله رو گپ میزدیم. یوسف کیست؟ یوسف اکبر، معلم دهه. کدام مسئله بود هستین؟ مسئله یک زمین. یکی از دیواتی ها زمین رو با زوری از آن خود کردن میخواهد. توبه توبه. با یوسف چه علاقمندی دارد؟ عزیز نام بوی در آنجا بنا ساختن میخواد. خوابگاه محبوب بر این چیزها. به شما چه علاقه دارد؟ زمین از ماست میگویم. اما یوسف چون این فکر ندارد. سهر مرافعه بوده است. آنها برد کردند. از پشت بیعقلی ادوکاتم شد. حرامی. در نزدیکی گپ زده ایستادی، دقت کن. به تربیگی نکن. حضور میخواهم قماندانم. بعد با یوسف زیرآوری کردنی شدید؟ این یک نخواد که ما همین خیل کنیم. این طور باشد چرا تپانچه را گرفته دیوان را سر میکردی؟ یوسف از دست تقویم تپانچه را گرفت و مرا پراند. بعد وای تپانچه را گرفته به دست دیوانه داد. گویا که وای مرا پرانده باشد. یعنی تو رو یوسف پراند؟ بله. دیوانه که عبدی را پراند. فاضل پراند عبدی را؟ بله، فاضل پراند. تپانچه یوسف. تپانچه از آن توست؟ بله، از من. اجازت نامه دارد؟ نه. پدر یوسف هم همان تپانچه را استفاده می برد. از کودکی هم با یاد دارم. باز یکان چیزی لوا کردن میخواهید؟ نه نمیخواهم. امضا کنید. اما چرا ادوکاتم نیست؟ ادوکات می بود دیگر چیزی میگفتیم اگر؟ نه یا اما کنی امضا کن. چی میشود اکنون؟ من حاکم نیستم. چی شدنش را سود قرار میدهد. خیر قماندان، سود چی قرار میبرورده باشد؟ تو رو با یک عمر حبس میکنند. چی؟ یک عمر؟ خیر من یکون چیز نکردم کو. من یکون چیز نکردم. قماندان! الیف چی گپ شد دخترم؟ آرام شوید آیشه خاله، آرام شوید. بسید آیشه خاله. همش خوب است. هیچ گپ نیست. خوب است، سرش را دوخته ایستادن. بعد او را زیر نظارت میگیرن. او چه؟ یوسف چه خیل شده است الیف؟ به فکرم با قرجانی ها سر به سر شده. عبدی رو هم پراند. نخواد یوسف کرده باشه. ندانم آیشه خاله، ندانم. مریم چی کار میکنه؟ چی گپ شد؟ نمیدونم خلیل، نمیدونم. آچه چی شد؟ نمیدونم. یوسف رو میارند.
یوسف هم می آید. خاله جان بیمار رو ناراحت نکنید. خواهش میکنم. یوسف پسرم. یوسف چه گپ شد جانی؟ هیچ گپ نیست. من خوابم. جناب دکتر، بیانات یوسف اکبرش رو باید گیریم. حاضر نه، کمی دیرتر. بیمار رو زیر نظارتمون گرفتن لازم. معلومه جناب دکتر. پسرم. پسرکم. خلیل. مریم. به این کار خاتمه ده خلیل. به خاطر فرزندمون. عاقبت این کار بد است. از اینجا جسدی دادرم بر اومده می توانست خلیل. چی کار میکردیم اون وقت؟ خودت یک فکر کن خلیل. با عیادت دادرت آمدی؟ یا با عیادت یوسف؟ شفا یا بیابدی؟ مرا با این احوال دادری دوست داشته آوردی انگه. کنی راستش رو گوید؟ خرسان شدید نی؟ شرم ندارید؟ من در وی طرفم خلیل. احمق. دعا کن زخم دار است یبدی. وگرنه چیکار کردنم را میدانستم. تو خیلی بسیار چیز میدونی اکا. خیلی بسیار چیز. اینها حالا هم تمام نشد؟ کمی دیگر موند هزل خانم. تو کی را فریب داده ایستاده ای؟ روبرویت هزل خانم ایستاده است. بیرون برا. بیمارخانه ده نیست و چه؟ این آدم ها شما را از مرگ خلاص کردند. خوب است داچه. عبدی را دیدید؟ خوب است. یگان جای ترس نیست. آچه؟ یوسفی سگ زنده است. شما کردید. از برای خدا چی میخواید آچه؟ ثروت دارید، پول دارید، فرزند، نبیره، دهایی که شما را حرمت میکنند دارید. باز چی میخواهید و چه؟ چی میخواهید؟ خون ریزت میخواهید؟ باز یک فرزندتان رو به خاک سپاریدن میخواهید؟ باز جانی چند کس رو گرفتن میخواهید؟ بس نیست و چه؟ بس نیست؟ بس نیست. تا دمی که قاتل فرزندم زنده است کفایم نمیشود. کفایه است. شما میدونید که به شرافتی که زنده اید و چه؟ خونه که در رگهایتان میگردد با کی تعلق دارد میدانید. جیم، زینهار دیگر گپ نزن. جیم، با جایی که این را کردید من را میکشتید بهتر میشد خلیل. مرا از کشتن بدتر کردید. تو بر این فرزند را کاش که فرزند شما نمی بودم و چه؟ امشب زیر نظارت گرفتن ما لازم می شود. شاید پگاه جواب دهیم. زخمش خیلی کلان، بسیار مانده نشود. شفا یابد. سلامت باشید. مریم می رویم. بیا راه کرد. خلیل چی گپ شده ایستاده است؟ بعدها بر میگردم مریم. من بر نمیگردم خلیل. دادرم رو تنها نمیگذارم. میگذاری. دیگر به یگان تاش کردار نیستم. یکدیگرشان رو میپرونند، هرچی میخوان کردن گیرن. بس است اکنون. کنی بیا راه کرد. خلیل سر ده مرا. مریم با شوهرت رو. ما در اینجاییم. رو دختری زیبایم.
جیمو توران اکا گوش میکنم شما رو. جیمو بیا کمی راه گردیم. مایلش اکا جان. جیمو من رفته ایستادم. میروید؟ با کجا؟ خانه دارد؟ قهوه خانه کشاده؟ این خیلی یک باره. همین خیلی در کار شد گویم. با تو یک تکلیفی دارم. گپ زنید اکا. اگر از دست حمایت بیا با چای خانه من همراه شو. تو برگشتنم نگاه و بینش و فایدهش از تو شود. چونکه در دهه آدمی کاردان و باورناک یافت نمیشه. سلامت باشه دکا. من راضی و دادم چی میگفته باشن؟ پدرت است، دوستش میداری، خوب میدونم، اما از علی جنگیز به تو فایده نمیرسد. امروز یا فرد و زن گرفته عائله بنیاد نمیکنی مگر؟ میسازم انشالله اکا. این طور باشد در پای خود ایستادن را یاد گیر. انا به تو فرصت. اخیر دادم. کمی جسورتر باش جیمو، جسورتر باش. تمام حیات به پدرت محتاج شده زندگی میکنی مگر؟ خیر اگر شما برگرده چی؟ اون وقت چی میشود؟ کی برگشتنی من معلوم نیست جیمو. دخترم یوسفم رو کی دیده میتوانیم؟ یک چند ساعتی دیگر دم گرفتن نشنازیم. شاید کمی دیرتر. دخترم هوا تاریک نشده تو به خانه گرد. راو خالهت خواتیر میشود وگرنه. زیبا دخترم راو جانکم. نه آیشه خاله نمیروم. راو دخترم یوسف بیدار شود میگویم که تا حال در اینجا بود. کنی راو. خدا را شکر یگان جای ترس نیست. راو. مایلش. بیا ساکینه پا کجا شده؟ آمدم عمر. بچه چی به زیخ شده؟ زیخ نشدم بچم. فکر کرده ایستادم. چی فکر داره بچه؟ عمر کدام کودک از مادرش دور بودن میخواهد؟ هیچ کس نمیخواهد بچه. خیر اگر کودک از مادرش دور شده باشد چیکار کردن لازم؟ یاری دادن لازم. بچه کودک یک جای شوم گفته اما زینب در درون محکم است. بچه اش را یابد گفته ما با او یاری نداده ایستاده. این طور باشد با او هم یاری دهیم. عمر ایستاد. عمر ساکنه این چیها گفته ایستاده است؟ مریم بچم کنی زینب در اینجا. نشان ده کنی در کجاست؟ بیا دخترم. لیلی ساکنه شدم از برای دیوانه تو را خیر دزدیده میبیارم من به خانه. نه با شما یگان کچای نداد؟ جما در کجای جما خدایا توبه. جما چی شدن با جما؟ چی ها میگوی؟ گپ زنی آدم. جما در قهوه خانه توران. چی؟ در قهوه خانه توران؟ جما جسور باش جما. جسور باش. جما در کجای ابله جما؟ چی کار میکنی تو در اینجا؟ چی گم کرده ای؟ توران اکا قهوه خانه را با من سپرید. چی کار کرد؟ اکنون اینجا از من است. من اداره میکنم.
عربه خودم رو خودم میکشم دادا. یگان بالا رو نمیکنی ابله. کدو بچه احمق. راه گرد. اینجا بیا احمق. دادا. اینجا بیا. دادا ایستید. بیا نگورد. دادا. نگورد. دادا نزنه. دادا نزنه داخل. دادا عربه خودم رو خودم کشم چی بدی دارد داخل. دارد باز خسته به قهوه دادا نیست داخل. راه کرد. اینجا بیا ابله. اینجا بیا و من نگر احمق. من چیزی گویم همان رو میکنی. فهمیدی؟ وگرنه در پیش همه گفته ایستادم. کنی روید گم شوید از اینجا. از روی یاداب نسین. خیر شد میرویم. کنه پسرم تو با درون درا. خلیل چرا اینقدر به غضب اومده ایستاده ای؟ کارهایی هستن که شما نمیفهمید مریم. فکر نکن که همه چیز رو میدونم. من چیکار میکنم شما چیکار میکنید؟ دختری خوردکه گناه دارد مگر؟ جیمشین مریم. من آوردم خلیل آقا. زینب رو من آوردم. یعنی تو آوردی ها؟ این طور باشد گیر بر اکنون. خلیل چیکار میکنی؟ خوش نشو مریم. دوریست. به همتون باور کردم. شاید خطا کردم. گیر بر این دختر رو از اینجا. با خودت جای دیگر یاب. دیگر در اینجا نمیستی. رو. ساکینه. مریم. درون درو. ساکینه. بچم بیدار شدی؟ بچه جان شما گریه کردید؟ نیه بچم گریه نکردم. الیف تا حال در نزد بود. هوا که تاریک شد مجبورم به خانه روان کردم. شما هم روید بچه. در اینجا مونده میشوید. خوبم من خاطر نشوید. خوب هستی خدا را شکر. خدا خواهد از این بهتر میشوی. بیایید سعید بابا بیایید. یوسفم به خود آمد خدا را شکر. باری آخر تو را در سری زمین دیده بودم. بعد چی شد؟ قصه دراز سعید بابا. هم مونده میکند هم بفایده. زمین هم خالی ماند. نه ساختمان را آغاز میکنیم گفتیم. ساختمان سر میشد. تو هیچ پروا نکن. عزیز با تو خبر روان کرد. ساختمان را شخصا خودش اداره میکنه. خدا را شکر. با کجا می رویم ساکینه اپا؟ نمیدونم زینب. نمیدونم. ساکینه در این ساعت جیمو چی شد به تو؟ من دیگر طاقت کرده نمیتوانم ساکینه. من هم جیمو زبونم نمیگردد اما این دیگه. رویم از اینجا ساکینه؟ میرویم جیمو. کیست آنجا؟ سعید بابا. ساکینه دخترم. ساکینه دخترم بخیر است انشالله در این تاریکی؟ خلیل آقا زینب را در خونه دیده بسیار به غضب آمد. هر دویم او را از خونه راند. کنی داره در بیرون نیستید. زینب به شما امانت سعید بابا.
دخترم تو چی؟ من یگان چاره میابم هم. شاید به خونه برمیگردم اگر خلیل آقا آرام شده دختر جانم جوان هستی، سراسیمه قرار نده. یگان کاری نادرست نکن میلش. یگان مشکلیت شود. درم همیشه با تو کشاده است. سلامت باشید سید بابا. شبتون بخیر بود. با تو هم دخترم. شب تو نیز بخیر بود. بیا زینب. یک دو گرو ایست گرو گرد یک دو خس گرو خس با من نگاه کن فاضل. جمشین فاضل خماندان خس یه خفون لعنتی دمت را گیر. قماندان رو نرس اوی کنی آرام شوید. ببرید زود باشید. بیگناهیم معلوم شد. همین خیلی نه جنابی قماندان. باند دستانش رو. خوب شده کلی جناب قماندان چی می شود؟ تپانچه‌ات اجازتنامه ندارد. پروکورور تا روز مرافعه در محبس محکم بودنت را لازم دانست. اما فهماندم کو عبدالرحیم پرنده است. تو کار خودت را کن. برید رو. ایتوار چین تنشین گذار. فاضل را باشد و بیمارخانه برده عریضه‌اش رو گیرید. بعد رها کنید. رفتن ایتوار کنی رفتیم. قماندان توبه رفته صبح بخیر جمو. چه تیار؟ بخیر از مسعود اکا. شما با قهوه‌خانه رئیس نمی رفتید مگر؟ آنجا محکم است جمو. گفتم اینجا یک چای نوشم. نیست چای پای. شما مشتری آن جایید با آنجا روید. توبه. ساکینه؟ جمو اومده ساکینه. نمیبینی که اومدم جمو؟ تمام بیا با درون درو. بخچه نیست؟ بخچه نیست. دقت جب نکنیم گفته بخو چیزی نگرفتم. نقص کردی. ایست. بیا رفتیم. با کجا می رویم؟ من یک نقشه کشیدم. تو پروا نکن. بیا رفتیم. جناب عزیز بسیار زحمت کشیدید. آواره شدید. خیلی خدمت یوسف. من شدم که اومدم. هرچی نباشد از این پس یک جای کار میکنیم. انشاءالله. حاضر پیش از رفتن زمین رو هم میبینیم ها؟ یوسف جناب عزیز است. چی است؟ طرفدار تو از گفته بسیار بازیچگی نکن. میسوزی. جناب عزیز سلامت باشند. اما من بغیر از خدا به کسی احتیاجی ندارم عبدی. تو کار خودت را کن. میکنم یوسف. میکنم. تو پروا نکن.
صبح بخیر. در این بروقتی چیکار میکنی؟ صبح بخیر رئیس. چای نوشی آمدم رئیس. هنوز قهوه خانه ما که شده نشده است. رفت در وقت قهوه در وقت قهوه خانه کسی نیست. جیم و ساکن رو گرفته رفت. چیکار کرد گفتی؟ جیم رو میگویم. همراه ساکن رفت. در دستش یک سمکه داشت. جما در کجایی؟ در کجایی جما در حقیقت گرفته است. جما خدا برارت دهد. دادا علی دادا شیر بچه ای من دادا جان جایت اینجاست. خوش آمدید دادا. خوش آمدید. مرحمت. سلامت باشید. خوش آمدید. دادا چیکار میکنی در اینجا؟ کنی جیره جان سلامت باشی. خوب هستی؟ آفرین. کنی جیره جان رفتنگی تو یگو خشت تبار داری؟ دارم. زینب کیست؟ تو زینب رو نمیشناسی؟ دختری من. فهمیدم زینب. خیر میلش. اکا تورون فاضل اسکر آفرین اکا. کنی رفتیم میرویم. فاضل اسکر امینه این خیل کار نمکی کرد حالا هم نفهمیده ایستادم. چه خیل پولی علی چینگیز رو دزدیده باشده؟ من فکر میکنم که خلا برای خودش نیو برای کودکانش شده این کارو کرد. برای فرزندانش کرد. اما الیف ما به این هم او را برای کودکش اینجا راه دادیم. وگرنه در اینجا بودنی وی ممکن نبود. جما در اینجاست؟ نه در اینجا چی گپ شد؟ علی چینگیز چی گپ شد؟ گریخته است؟ همراه سکینه گریخته است؟ با همش تو گناهکاری. خلا به همه شما گناهکاری. گپ نزن ابله. در را گفتم در را. دیوانه کردید مرا دیوانه کردید. میکشمت تو ابله میکشمت. علی چینگیز نرس بابای. برو گوشم. التجا میکنم نکن. خویش امینا علی چینگیز چیکار کودکم. امینا علی چینگیز چیکار کردی؟ خدایا توبه. مریم ساکنه. مریم کجا شدند اینها؟ مریم چرا نهار را تیار نکردید؟ کنی ساکنه در کجا؟ پیش از به او دود زدن باید فکر میکردی. با من چی کار کردنم رو یاد داده ایستادی مریم. چی شد با تو خلیل؟ تو اینقدر بیرحم نبودی. حتی برایم نگاه نمیکنی. اکا چرا تقویم رو خلاص نکردی؟ از چی خلاص کنم او را؟ چی شده است؟ از نوحی آمده ایستادند. محکم کردند او را. سرش در بالا است اکا. حالا سری همه همون در بالا است. چاهکن زیر چاه است عبدی.
дигар аз ман дасти ёрӣ интизор нашавед. бо очам як шуда вай тағои ҳарифро ба сарамон подшоҳ кардед. ҳоло чӣ хел мехоҳед кардан гиред? خدا از چشمی بد نگاه دارد. به همه این مشکلی ها نگاه نکرده مانده نشدی و دست نکشیدی از این کار. استغفرالله. ما این عزم را از سید بابا و شما بر این آدمان سخاوتمند یاد گرفتیم. شما در این سن و سال از این کارها دست نمیکشید. این همه از نیکبینی تو است. از طرف خوبش نگاه میکنی. اما همین را گفتم میتوانم که همین گناه کارهای خیر چون این کارهای میباشد که کی از کی عبرت میگیرد و کی با کی قوت میبخشد دانسته نمیشود. راست میگویید. اگر خدا خواهد که یک کار اجرا شود با ما بر این آدمان عاجز نیز چون این کارهای وزین را انجام میدهد. حتی در یک میجه زدن حل میشود. انجام میدهد. بسیار نقص. زیرا انسان بعد از انجام یافتن کار میبیند که در یک طرف کارهای اجرا شده در دیگر طرف کردگی ها. حتی مورچه میتواند کوه را کشد. همین خیل نه؟ عیناً همین خیل. سید بابا همیشه میگویند با این کارها با اخلاص کوشش کن بعدم بین که چی میشود. وجدانت با تو همین رو میگوید. نخواد که همه این کارها رو تو کرده باشی. خوش میگوید سید بابا. این همه خواست خداست. اما چه خیلی بزرگ است که با بنده‌اش ثواب میدهد گویا که او اجرا کرده باشد. خدا ما رو از رحمتش دور نکند. انجام این کار خیر رو نصیب گرداند. آمین. آمین یوسف. آمین. یوسف! 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 این یوسف خدا میداند هنوز دیر است را کشتن میخواستم لیکن اون اگه نفهمیده ایستادم و من غیر از دیگر کس یاری دادن نمیتواند. یوسف از برای خدا به من یاری ده. غم و حضرت زینب با آخر رسد. یوسف شاکر هم چند روز نمیتابد در این دیه تا قوتنها موندن. یوسف درست زمانی بود که به حال شما بسیار ضرر رساندم اما ما رو ببخش یوسف. التماس ببخش و دخترم را به من برگردان. التماس یوسف. التماس یوسف. التماس. مایلش کیزبان اپا یگان علاج میابیم انشاءالله. با این کار تنها سید بابا یاردم کرده میتواند. با من بیایید. یوسف پیغمبر وقتی که مثل تو کودک خورده بود آنقدر زیبا بود. پدرش او را آنقدر بسیار دوست می داشت که برادرانش حسد می بردند. روزی از پدرشان اجازت گرفتند تا که یوسف همراه آنها به صحرا رود. یوسف با برادرانش در یک جایگی بازی می کردند. بعد آنها او را به درون یک چاه پرتافتند. بعد با یوسف چی شد؟ یوسف بنده دوست داشته خدا بود. از این سبب زینب 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 زینب. سید بابا ما میرویم. و کجا؟ رفتن ما لازم. یعنی کودک را از مادرش جدا میکنید؟ به این اجازت نمیدیم. از شما کسی اجازت نپرسید سید بابا. زینب رو گرفته میبریم. گپ تمام. این طرف نکن توران. خطا کرده ایستاده این نکن. خطا رو در وقتش کیزبان کرده بود. اکنون جزایش رو بیند. رفتیم اکا رفتیم دخترم. سید بابا توران ایست بچم. توران ایست. توران امینه با خود بیا. امینه کودکم. امینه کودکم. امینه با تو چی شد؟ کودکم نه مرد. نرسید. امینه چیکار کرده ایستاده ای؟ امینه شکری اپا نرسید. امینه این کارو نکن. نرسید. امینه شکری اپا نزدیک نشوید. امینه شکری اپا نزدیک نشوید. امینه شکری اپا.
امینه 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 به همش همون معلم گناهکار است علی. به همش او گناهکار است. دادا زیغ نشوید وای کار حل می شود. خوب بود چی خیل علی؟ ما اینجا در زیر پنجره ایم چی خیل این حل می شود؟ ابله چی خیل چوی کردی؟ ببخشید اکا حاضری وز میکنم. دادا ما در این جاییم اما در بیرون بودگی ها هستن یا اینکه به بیرون می برآمدگی ها. رجب تیغزنی مشهور رجب 2 روز پس می براید. مرحمت اکا. دادا در اینجا بسیار دوستی نقص شدیم با او. میگوییم که نام او یوسف پولی کارو باشد همین قدر میکند. میگویی کاری رجب همین است دادا. این آدم در وقتش برای پول مردرش را تیغ داده است. این سفر کارت تمام شد یوسف خوجا. و این سفر کارت تمام شد. سعید بابا سعید بابا سعید بابا خدای توبه در کجا باشند؟ کنی این طرف رو دیده بیا چی؟ سعید بابا سعید بابا با من یکون چی نگفته بود؟ در محکم است. چیکار میکنیم یوسف؟ چیکار میکنیم؟ آرام میشویم. اول آرام میشویم. شما حالا رفته مرا در خانه انتظار شوید. من زینب رو با شما یافته میارم انشاءالله. وعده میدیم. درون بچم نکنید بیاید. سعید بابا درون نکنید. ماشاءالله و دوستم سعید اسد برده ایستادم. خدا با او و مثل تو یک دوستی داده است. استغفرالله جناب عزیز، شما نیز دوست سعید بابا هستید. گپت درست. برای همین خدا را شکر میگویم. مقصد همین انسان پیر می شود، دست و پایش بی قوت می شود. خداوند با او دوستان خیرخواه جوان را نصیب می کند. او با شرافت آنها باز همه کارهای خیرش را دوام می دهد. انشاءالله گفتگیتان بر این می شود. خداوند ما را به یکدیگر شرمسار نکند. یوسف در کجا میگردی تو؟ به خونت رفتم نیستی. از بیمارخانه بر آمدنت رو میدونستم. در کجا بودی؟ الیف آرام شو. چی گپ شد؟ جیما و ساکنه گریختن یوسف. یزنم باشد آنها را میکوبد، میکشد آنها را. یوسف میکشد. با راه کلان رفتن نمیتوانند، در حال دستگیر میشوند. قدقدی داره نیز رفتن نمیتوانند. جیما شناوری کردن نمیتواند. آخر این طرف باشد تنها راهی مزار میموند. بله بیاید رفتیم. ساکینه مونده شدی؟ نه مونده نشدم، اما یعنی در اینجا چیکار میکنیم جیمو؟ چی از مزار میترسی؟ گویا که تو نمیترسیده باشی. نمیترسم آخر. آچه ترسونچک ندیدی ساکینه علف ها جنبیدن. مار بود در آنجا، مار. وای جیمو یک چیز میگویم لیکن جنگ نکن مرا. نخواد من تو رو جنگ کنم ساکینه. به فکرم از عهده این کار بر اومدن نمیتوانیم جیمو. خدایا توبه. از کجا بر اومدین باز؟ چرا این خیل میگویی؟ یا این که مرا دوست نمیداری؟ از من زود این سوالهایت را نپرس جیمو. به این هیچ علاقه ندارد. یعنی ما بسیار خرد هستیم. تو کجا رفته میتوانیم؟ تا آخر میرویم ساکینه، تا آخر میرویم. کسی میوید. خمشو میگویم. کی باشد او؟ نمیبینم آخر.
خدایا توبه، از همه جای تنجی دیها بازار برین شد. کسی رو نبینی به اینجا آمده ایستاده است. ماشین یافتن ما رو آخر. نتر ساکینه. ایوا یوسف اکم، الیف اپم همه در اینجایان. همراهشون کی است؟ نمیشناسم آخر. به فکرم پلیس. خدایا یاریده. خب ساکینه خب. در همین جاها باید باشند. جیمو رو من میدونم، او همینجاست. شاید از اینجا کایها گذشته بودن. ساکینه نازک است، آنقدر زود راه گشته نمیتواند. جیمو رو پیش از عمکم یافتنمان لازم. در آنجا کسی هست. ساکینه باشد. رفته بینیم کنی. اکرم کودکمون مرد. اکرم نتوانستم، از دستم نآمد. به دنیا آورده نتوانستم. تو هم نیستی. مرا باری جنگیز پرتافتی. علی جنگیز با من کاری نکردگیش نماند. آبرویم دو پول شد. همه با من با چشم بد نگاه میکنند. اکرم توبه، این امینه نیست مگر؟ بله هست. چه کار میکنه در آنجا؟ من دیگر طاقت کردن نمیتوانم. از همه چیز بیزار شدم. بیزار نتوانستم. پسرمون رو به تو آورده ایستادم. اکرم تنها او رو حمایه کردن نتوانستم. او رو حمایه کن اکنون. تو حمایه کن. امینه در اینجا چی کار کرده ایستاده؟ روید از اینجا. مرا تنها گذارید. امینه ینگه چه گپ شد؟ گپ زنید. روید از اینجا. مرا تنها گذارید. امینه Dolu dizgin akan sular, durulacak bekle de gör, bekle de gör. Karşı duran fırtınalar yorulacak, bekle de gör. Karşı duran fırtınalar yorulacak, bekle de gör. Pervane aşıklar, sönmeyen ışıklar karanlığı boğacak. Gidenler gitmedi, umutlar bitmedi, bir gün güneş doğacak. Pervane aşıklar,
Sönmeyen ışıklar karanlığı boğacak. Gidenler gitmedi, umutlar bitmedi. Bir gün güneş doğacak.